اینی مردم بود که از این سرمایه خود استفاده کرد، تجارت درست کرد، سرمایهشان ضایع نشد. اما بالمقابل مردمی بودن که این سرمایه را از دست دادن. الله که کدام گوشه برای کدام وظیفه داده بود استفاده نکرد، کدام فکر قوی فکر که الله برش داده بود استفاده نکرد. پشت سر میاد صم بکم عمیون فهم لا یرجعون. این مردم ها وسایلی که توسط از یاد یک مرتبه و مقام و منزلت می رسیدن اما را گرفت ضایع کرد، از بین برد. لامپ برای روشنی بودی گرفت میده کرد، شد در تاریکی نشست. اینی مردم است. دو قسم مردم در دنیا است. خلاص هر کس اینی میدان تجارت است. میدان تجارت اعضای ما سرمایه ماست، مال ما سرمایه ماست، عقیده ما سرمایه ماست، علم ما سرمایه ماست، قوت ما سرمایه ماست، مقام منزلت در کدام رأس که داریم سرمایه ماست. درست استفاده از پیش میکنیم یا نعوذ بالله غلط استفاده میکنیم. الله منافقین حالاتشان بیان میکنه، سرنوشتشان بیان میکنه. منافقین کدام طایفه است؟ در مجلس پربرکت پیغمبر حاضر بودن، خوب موقع و چانس طلایی تعلیم و تربیه پیغمبر علیه السلام برش حاصل بود. شما فکر بکنه سخنی که از دهن من میبره و سخنی که از دهن محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم میبره، او الگو، او شخصیتی که قطعا معصوم است، او شخصیتی که یقینا داعی بر حق است، او شخصیتی که تاییدش توسط معجزه شده، آیا درس و تعلیم از او خیلی تاثیرگذار است یا از علمای دیگر؟ از پیغمبر علیه السلام. لیکن امین منافق بدبخت از امین مجلس پربرکت پیغمبر چی مانده؟ محروم مانده. چرا محروم مانده؟ امو سرمایه‌ای که الله برش داده بود کلش ضایع کرد. دو دلگی را شروع کرد، شیطنت شروع کرد، فکر میکرد من زرنگ هستم، ام دو طرف قدم مانده بودم، در این طرف قدم مانده بود. سری مسلمان ها ریشخند میزد، میگفتن یا عقب مانده است و فکر میکرد که این طایفه کامیاب نمیشه. چند نفری غلام در گرد یک پیغمبر جمع شده، یا دعوا داره که حجاز، سرزمین حجاز عربستان در زیر تسلط و زیر مفکوره و عقیده خود بیاره. باز بعد از اون طمع داره که فارس و رومیا را شکست بده. بله، کسی که عقیده به حقانیت نداشته باشه اینمی قسم برشان بسیار بعید معلوم میشه، ولی کسی که حقانیت عقیده داشته باشه امیال فکر میکنه کل جهان فتح است. ما یقین دارم اگر به کتاب الله و به حدیث پیغمبر مسلمانا به طور عمومی جنگ بزنه، نفاق او طور بگذاره، خود شافی و حنفی و مالکی و نقشبندی و فلانی معرفی نکنه، خود مسلمان بگویه به یک کتاب الله و سنت رسول الله جنگ بزنه، دنیا مکمل فتح است. یقینا که ما الگو برای اسلام جور شیم در میدان عمل. من یقین دارم اگر ما مسلمان ها آنچه که اسلام از ما مطالبه داره عمل بکنیم، دنیای کفر در یک روز مسلمان میشه، در یک روز میبینه حالات ما را. خب لیکن با تاسف ما نمایندگی واقعی اسلام نتونستیم. چرا؟ خود نفهمیم، ماندیم سر اسلام و یکی تفرقه ها و نعوذ بالله دلبازی ها زیاد شد. از کجا پیدا شدی تفرقه ها؟ از کدام ناحیه؟ ریشه از کجا شروع شده؟ شما تاریخ ها را مطالعه بکنید. در هر جایی که مسلمان شکست خورده ببینی عامل اصلیش یهود است. امو برنامه را یهود پیریزی کرده و امروز این امت مبتلا به اونمو گپا هسته. خب مردم ما را ملامت میکنه، ما میگیم نه، بیایه آن چیزی که ما را با هم جمع میسازه کدام چیز است؟ کتاب الله. ده هیچ کس نظام نداره، اختلاف هم نداره، خلاص بیایی که جمع شویم. در جهان هر کس است، در هر نقطه که است، بس دو چیز است که ما را ذریعه نجات ما مقرر کرده الله. ترکتم فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما، کتاب الله و سنتی. پیغمبر الله صلی الله علیه وسلم گفته یک راه را محکم بگیریم خلاص. خود نگذاشت ما را دشمن در هر تاریخ، در هر زمان، در هر مقطع ما را نگذاشت. ما را شکاری رقم اختلافات کرد، رقم تا اندازه که این اختلافاتی را در بین ما پیدا کرد. در یک حنفی علی ببینه، در یک مذهب حنفی دیوبندیستی، پنجپیریستی، بریلویستی، بگوی رقم حالتا پیدا شد. هزار فرقی دیگر را ایجاد کردن برای ما. این مشکلات ماست. نه، ما نیروهای خود منسجم میکنیم، از این نیرو استفاده میکنیم. نعوذ بالله ایتو نشویم که این سرمایه ما نعوذ بالله در بیراهه مصرف شوه و سبب زیان و تاوان ما شوه. منافقین واره اینطور موقع و چانس طلایی برش میاثر
ولی آخرام نه در دنیا که کدام آمال و آرزو داشت به سر رسید و خو میخواستن که مسلمان ها شکست میخوره، کفار نعوذ بالله کامیاب میشه. مسلمان ها را الله غالب و کامیاب کرد، کفار را شکست داد، در او آرزوم نرسیدن. کدام نجاتی که توسط عقیده صحیح برشان حاصل در آخرت میشد، او را چی کردن؟ از دست دادن. این میره مردم میگه در بدر خاک بسر که اصلی سرمایه را هم از بین برده و فایده خوب بیازو از بین رفته. قرآن میگه اولئک الذین ایونمو مردمایی بودن اشتروا الضلالت که خریدن گمراهی را بالهدی در مقابل هدایت. خریدن چرا میگه؟ هدایت داشتن، هدایت سرمایهشان بود در مقابل سرمایه خود که هدایت است. گمراهی را خریدن یا خود پیش ایمان نداشتن که ایمان نداده باشه، کفر خریده باشه. بله الله تبارک و تعالی برای از جای استعداد داده بود، قابلیت داده بود، عقل داده بود، پیغمبر روان کرده بود، قرآن روان کرده بود. زمینه حق پرستی و حق پذیری مکمل برشان بالکل مهیا بود. با مجرد هم یک بٹن زدن امی کلی سعادتمندی برشان حاصل میشد. لیکن این مردم همون بٹن نزدن، همون تکمه را نزدن. این از اونمو استعداد تعبیر به چی میشه؟ به هدایت میشه. این هدایت خود از دست دادن و در مقابل چی را گرفتن؟ گمراهی را. شیطانی بکو، در هر مردم را بگی، با هندو شو، نعوذ بالله، با یهود شو، با نصارا شو، با مسلمان شو. امروز همین طور حالات نیست؟ نمیبینی؟ برای پول دنیا مردم ایمان خدا، ناموس خدا، غیرت خدا، همه گپا را به باد هوا داده. اینی مردمی هستند اگرچه در ظاهر فکر میکنن که ما زرنگ هستیم، ما خو از هر ناحیه استفاده کردیم، خود در حقیقت خود فریب داده، در بدر کرده خدا. الله از خاطر میگه فما ربحت تجارتهم، معامله از یا فایده نکرد. کدام معامله که یاد دست گرفته بودن هیچ دم فایده برشان نکرد. چرا نکرد؟ و ما کانوا مهتدین. فایده در تجارت کسی میکنه که راهیابی تجارت، قوانین تجارت، موسم تجارت بشناسه، معلومات داشته باشه، مهارت داشته باشه. از یک موقع و میدان کسی فایده میورداره که در اون مورد مهارت داشته باشه. دهقان اگه مهارت داشته باشه از زمین خود، از زراعت خود چی میکنه؟ بهره بگیره. میوه فروش اینمی طور است. میوه فروش میفهمه که در کدام موسم اینمی میوه را نگاه میکنم. امو سیب است. خود اولی سال چند رو پس؟ سیری 100 رو پس. اما بعد از مرور 5 ماه کی تکلیف کشیده در خانه خود برده ای را نگاه کرده سیب، پس میکشه سیری 800 رو پس سودا میکنه. در یک سیر 700 افغانی را کمایی میکنه. چرا؟ مهارت داره، موسمش هم میشناسه، طرز و طریقش هم میشناسه. الله تبارک و تعالی مؤمنا را بیدار میسازه. ای مؤمن ماهر باشی، مؤمن بیدار باشی. تو باید بدانی که وقتت چه ارزش داره. تو باید بیدار باشی که دستت برای چی آفریده شده، چشمت برای چی آفریده شده، گوش و اعضا. الله همو تو را خلق نکرده، در این دنیا آورده تا تو را مسئول ساخته. خب فکرت بگیری که پشت سر برات میاد، خلیفه روی زمین هستی، نافذ کننده احکام الله تبارک و تعالی هستی. تو باید چه قسم زندگی داشته باشی؟ زندگی مثل حیوانات وری نعوذ بالله، بخور بنوش خواب بکو، هیچ چیزی دیگه ندانی؟ نه، اینطور باید نباشی. نکو خود تبا نکو. از اینمی وسایل، از اینمی بخششایی که الله برات نصیب کرده در وجود خودت و در بیرون، استفاده درست از پیشش بگی. وقت است. یک مثال براتون میگم. اینمی صبحکی در رمضان مبارک، این وقت یک وقت است. ما اینمی وقت الحمدلله طلایی ساختیم. چی ساختیم؟ در مسجد الله نشستیم، در جایی که عبادت الله میشه. خواب نکردیم، از جاهای دور به شوق و محبت قرآن آمدیم. شما بگوید دیگه که کدام ساعت است و چه قسم ساعت است، چه ارزش داره. اما شخصی پیدا میشه که نماز صبح هم نخوانده، امیالی ملاق خورده رایسته، 10 بجه از خواب میخیزه، بعد از اون میره روی خدا میشویه، بعد از اون میگه وی در پس شوی هم بیدار نشده، من روزه را گرفته نمیتونم، پت در خانه داخل میشه، شروع میکنه به خوردن روزه. یک حیوان اینجا افضلیت داره یا این انسان؟ شما قضاوت و فیصله. حیوان وظیفه خدا از نعوذ بالله از امو خانگه کش میکشی، بار سرش بار میکنی، باری تو را میبره. لیکن این انسان حتی بار نبرد. این چه رقم انسان است؟ الله تبارک و تعالی ما مؤمنا را آگاه میکنه که مؤمنا
یک قسم مسیر داشته باشه، یک قسم نیروی، کل نیرویتان به یک هدف عالی باید مصرف شود. بزدل نباشه، دو راه نباشه، دو دله نباشه، بل همه مسیرتان مشخص باشه. از امی مواهبی که الله براتان داد استفاده کن. منافقین جور نشوین، نعوذ بالله. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، مثال امی منافقین به مثل او مردمایی هستند که همراه باشه، همراه او شخصی که استوقد نارا در داده باشه آتش، فلما ضاءت ما حوله، هرگاه که روشن بسازه می آتش ما حول خود، ذهب الله بنورهم، میبره الله امو نور آتش، و ترکهم میگذاره امی مردم ها را فی ظلمات، در تاریکی ها، لا یبصرون، که دیده نمیتونه، بصیرت برشان حاصل نمیشه. به خاطر که منافق بسیار ضربی قوی به هر حرکت واقعی میرسانه، از او خاطر الله تنها به علایم اکتفا نکرد، در بیرون بر ما مثال میده. در بیرون به خاطر مثال میده که از کدام چیزی که صفتای منافق است مومن بسیار دور زندگی کنه، نزدیک نشوه. نزدیک مفسرین کرام در مورد این مثال دو نظر داره. یک تعداد از مفسرین میگه این مثال برای کفار مجاهر، ان الذين كفروا سواء علیهم است. الله دو مثال در اینجا بیان میکنه، یکی در مثلهم و یکی او کصیب من السما. یکیش از برای کفار مجاهر است، دیگهش از منافقین است. در این صورت این آیت ترجمهش چی رقم میشه و چه قسم مثال است؟ اول مثال براتان میگم. مثال کفار مجاهر به مثل او مردمایی هستند که یک نفر رفیقی خود در یک میدان بیابان در تاریکی بند مانده، شب آمده، تاریک شده، خطر و خوف اما چیزای درنده است، دشمن است که یار از بین ببره. لیکن یک نفر اینمی مجموعه میخیزه که آدم خیلی هوشیار، دلسوز، فعال آدم است، میخیزه چوبا را جمع میکنه، آتش در میده. دمی طور تاریکی که آتش در میده، اگر دیگه هیچ چیز نمیشه، می ما حولشان خود دیده میشه یا نمیشه؟ چیزای حشرات و موزی خویاره ضرر رساندن نمیتونه. میتونه؟ خب امی رفیقای دیگهش چی لایق است برشان؟ امی رفیقای دیگه بخیزن آتشی که امی نفر در داده ای را گل کنه، از بین ببره، و این مردکر هم تهدید کنه، مردکر لطو کوب کنه و بگویه که بد کار کردی. یعنی که یام بخیزه که اوه آتش خوی در داده، سر ما ضرور است که بریم یک چوب هر کدام ما دیگه هم اضافه کنیم که آتش ما تا صبح چی باشه؟ روشن، و هیچ نوع ضرر متوجه ما نباشه. کدام رقم بکنه؟ شما بگوید. همراه ها باید چوبا را بیاره، معاونت تو کمک هم یک شخص بکنه و خیلی قدردانی بعد از همی شخص بکنه، خیلی عزتمندی همی شخص بکنه. چرا؟ شخصی بود که به مردم در دشت و بیابان خیلی یخ، در دشت و بیابان خیلی تاریک آتش برش در داده. کسایی که یخی را تیر کرده قدر آتش را میفهمه. کسایی که در حالت قرار داره که جنگلدار است، که از هر طرف مار گشتم هر چیز آمده رو ایسته، در اونجا هیچ روشنی دیگه وجود نداره، آتش در بدی، اهمیت آتش برات معلوم میشه که چقدر آتش اهمیت داره. قرآن کریمی طور مثال ساده را بیان نمیکنه، مثال بیان میکنه که در قلب آدم نفوذ میکنه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رفیق دلسوز است، غمخور است، فعال است، تلاش داره که به دیگران نفع برسانه. نفع این مردم که حالی در معرض گزیدن حشرات قرار داره، در تاریکی قرار داره، یخ یارا میکشه، از بین میبره، باید یارا نجات بده، زحمت میکشه، با بسیار مشکل آتش در میده. لیکن این همراه ها مشرکین مکه، قومش قریش و سایر مشرکین، بجای از اینکه قدردانی از پیغمبر بکنه میخیزه، نه تنها که چوبی دیگر را جمع کنه آتش زیاد بسازه، آتش هم گل میکنه، از بین میبره. پیغمبر را تهدید میکنه، کردم اونطور یا نه؟ نمیگذارش، میگه از اینجا دیگه برای. پیغمبر خو گوگرد قطعی بود، روشنی قطعی کی بود؟ قطعی پیغمبر علیه السلام. پیغمبر علیه السلام حرکت کرد، رفت طرف مدینه منوره. امو روشنی که داشت تو را در مدینه برد، از او روشنی مردم مدینه استفاده کرد. خب این مشرکین در چی باقی ماندن؟ اونجا امو مسافرها، امو کشتی که در دشت و بیابان بود و در تاریکی ماند، تاریکی شب، تاریکی باران، تاریکی چیسته ابر، اونمو طور باقی مانده بودن. اینمی قسم کفار مکه در رسم و رواج کمر شکن،
در بیدینی، در نفاق، در شقاق، در نعوذ بالله بدبختی. پیغمبر رفت، این مردم با سر اونمو عنعنات و رسم رواجایی که خیلی غلط بود دونمو باقی ماندن. قرآن امیر برای ما بازگو میکنه، خود درس برای ما میده. امی طور آدم دلسوز مردم قدرش نمیدانه. از امو خاطر است که مردم قدرش نمیدانه، الله مردم دیگری را پیدا میکنه، استقبال میکنه و از امو نور استفاده میکنه. از پیغمبر علیه السلام کدام مردم استفاده کرد؟ اهل مدینه که انصار نامیده شد. کارنامه ازوار قرآن قدم به قدم ذکر میکنه. الله که کدام عظمت و شرافت به او مردم داده دیگه. دعاهای نیکی پیغمبر، عزتمندی، شکومندی اسلام مردم مدینه به توسط مردم مدینه حاصل شده. ترقی اسلام توسط ازوا حاصل شده. مرکز اسلام در اونجا قرار گرفته. به دعوتگرا قرآن درس میده. ای دعوتگرا، در بین قوم کار نمیتونی، یادتان باشه هیچ گپی دیگه که نباشه گپی قومی وادار میسازه که گپتان نپذیره. میگه بچه فلانیگه گالی سر ما رئیسی میکنه، ما گپی ازیره بپذیرم. هر جای مرا ببینه در قوم خود ما کار نتونستم، در حالی که عمل کردی مرا مکمل کل به تمام معنا مرا میشناسه. بچه کیستم، چی کار دارم، چه قسم خاندان هستیم، کلگی ما را میشناسه، اما فایده نرسانده. این در کابل در کمپنی در مسجد شیخ محمدی آمده و در اونجا الحمدلله درس قرآن روان است، درس حدیث روان است. دعوتگر در جای خود کامیاب نمیشه، حتما سفر میکنه. لیکن دعوتگر یاد داشته باش قطعی تو چراغ است، هر جای که بری روشن است، مردم از او استفاده میکنه. تو اینطور نگو اگر در یک جای مردم منع کرد چراغی تا اینطور فکر نکن که دیگه گل شده. نه، حرکت بکن در جای دیگه در بده. اگر اونجا گل کردن در جای دیگه در بده، نشی آرام نشی. ای عالم، الله که کدام روشنی علم برات داده، اگر در یک منطقه قبول نکرد به ترجمه کسی گوش نگرفت، خیر است در منطقه دیگه برو ترجمه را شروع کن. خواد که یک دو نفر پیدا شد حقیقت پذیرفت و تو ادای مسئولیت کرده باشی در پیش الله. لیکن این را بهانه نکن که مردم گوش نمیگیره. امروز علمای ما را که سوال میکنه که چرا ترجمه نمیخونی، چی میگه؟ والا مردم گوش نمیگیره، چی کنیم؟ چرا گوش نمیگیره؟ شما مردم از کجا آمده؟ اهل همین مسجد هستی؟ از کدام منطقه های دور آمده؟ اگر عالم ما در مسجد خودی ما برای ما ترجمه بگه، چرا ما دور برم؟ اینقدر وقتی خود در موتر، کرایه خود در موتر مصرف کنم؟ ها؟ مشکلی نمینجاست. نه، قرآن درس میده برای ما. حالی دیدیم که کفار که آشکارا کفر میکردن، پیغمبر یاری نکردن. امو شخصی که در بیابان آتش هدر داده بود، بجای از اینکه یاری بکنه آتششان کشت. آتش از را نگذاشت که امو طور داغ باشه، از بین بردشانه. مشرکین مکه همینطور کردن. پیغمبر واره شخصیت نگذاشتن که در مکه نورش چی شوه؟ منتشر شوه، او مردم بفهمانه که حقیقت چیست. از او خاطر صحابه کرام لذت اسلام میدانستن. لذت اسلام آدم کی میدانه؟ که یک مدت عمر نعوذ بالله در زیر بار جاهلیت تیر کرده باشی، که روشنی اسلام برات موجود نباشه، اونو وقت باز تو میدانی قدر اسلام میدانستن. جعفر رضی الله عنه که وقتی اونجا پاچا طلب کرد شه، اما حقایقی که در زمان جاهلیت سرشان آمده بود و بعد از او از پیغمبر چیزی برشان رسیده بود و کلش بازگو کرد، بیان کرد که ما اینی طور قوم بودیم، زنده دخترها را زنده به گور میکردیم، به بت سجده میکردیم، جنگ جدل شعار ما بود، زن مظلوم بود، یتیم مظلوم بود، در بدری بود. لیکن با آمدن پیغمبر صلی الله علیه و سلم ما از این ظلم ها و تاریکی ها چی کردیم؟ نجات پیدا کردیم. کاش که همینطور قدر بعضی بدانه. امروز عالم 18 سال 20 سال 15 سال 10 سال خود گم میکنه. تو یک گروه حتی اولش هم پرسان نمیکنی از پدرش که بچه در کجاست، کجا درس میخونه، زنده است یا مرده. با تمام آرزو و نیت خوب برای قوم خود که لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، آیت قرآن است که قوم خود اول انذار بکنه بیم بده وقتی که باز بگرده. لیکن قوم بجای از اینکه از پیش چیزی هم نمیطلبه، اما چیزایی که مولای دیگه میطلبه او را از پیش نمیطلبه، لیکن بازم قوم در مقابلش میخیزه یا نمیخیزه، تا پس سرش میزنه، از قریه میکششه. او تاریخ و این تاریخ یک تاریخ است، هیچ کدام. او هم دعوتگر بود، این هم دعوتگر است. او هم به خاطر دعوتش مردم از قریه کشیده، به خاطر از این نکشیده که بچه فلانیست در قوم فلانیست، اینی رقم
هویت و شخصیت داره. به خاطر کدام دعوتی که داده، کدام سخنی که گفته در زبان، مردم دشمنیش اعلان کرده و او را کشیده. امروز ما و تو را اینمی قسم است. الله رحم بکنه. این مسلمان های امروز ما واخو کافر بود، الله کافر معرفی کرده شه. امروز مسلمان عمل کافر انجام میده، دعوتگری حق نمیگذاره، از قری خود چی میکنه؟ میکششه. تهمت ها را سرش بسته میکنه. به پیغمبر تهمت بسته نکردن؟ شاعر، مجنون، کاهن، ساحر، صابی برش نگفتن؟ قوم مسلمانی ما امروز به عالم حق اینمی تهمت ها را میچسبانه. از او خاطر قرآن ما و شما را بیدار میسازه که اینی طور حالت هاست. در این صورت اینا تطبیق مثال چطور میشه؟ مثلا مثال همی کفار مشرکین، کفار مکه، مشرکین مکه، که مثل الذی بمثل همراهان او شخصی است. اینجا که مثل الذی بمثل همراهان او شخصی است، استوقد نارا که او شخص آتش در داده، فلما اضاءت ما حوله، هرگاه که روشن کرد امی آتش ما حول ازیره، ذهب الله بنورهم. چی مانا؟ اراده کردن همراهان همون شخص. اینجا عبارت چیز پنهان است. اراده کردن همراهان همون شخص که بکشن امی آتشی رفیقی خدا، نه نگذاشتن که آتش در بگیره، خیستن آتش گل کردن. ذهب الله بنورهم، الله بردم روشنیشه. آتش که گل کنی چیش از بین میره؟ روشنیش از بین میره. خاکستر خو سیاهی خو مکمل باقی میمانه، تنها نور از بین میره. اینجا امی مشرکین مکه پیغمبر علیه السلام دعوت شروع کرد، حیثیت آتش داره، مردم از پیشش هر کس استفاده کرده میتونه، خدا گرم میتونه، روشنی میده. لیکن مردم خیستن، آتش گل کردن، خاکستر باقی من، سیاهی باقی من، نور چی شد؟ بگه رفت حرکت کت قتی پیغمبر و ترکهم، گذاشت می همراه های می مسافره، فی ظلمات، در تاریکی ها، دشت و بیابان، لا یبصرون، که حالی هیچ چیز نمیبینه، هیچ چیز نمیبینه. مشرکین مکه هم در تاریکی ها گذاشته شد، امو کفر، امو بدعت، امو جنگ جدل، امو نفاق، امو نعوذ بالله بیدینی، اون امو جاهلیت، اون امو چیستا نه حق قائل شدن به یتیما و بزنا، کلی از امو تور بود. فی ظلمات، اینی تاریکی ها بود، لا یبصرون، که نمی بینن رای حق، پیدا نمیتونستن. چرا؟ خو نور یا کشیدن. الله میگه چرا؟ آلیا خو حقیقتا تاریکی وجود نداره، مثل و مسافر واره که رفیقاش قطش آتش گل کرده. اینجا خو حقیقتا چیزی وجود نداره که یا الله میگه بله، یا روشنی را درک کرده میتونستن، به شرطی که از چشم خود، از گوش خود، از فکر خود کار میگرفتن، از زبان خود کار میگرفتن. اینمی ایزومیشان بود. ایزومی اونمو مسافر است که یا امو دعوت پیغمبر را به گوش میشنیدن، به چشم میدیدن، آلی به زبان خود دعوت میدادن به دیگران، یا هم شاگردای امو نفری در دادنی آتش جور میشدن، حالا ایزوم جمع کده رایی میبودن. لیکن این مردم ها از این چیزا کار نگرفت. سمون بکمون، یا سمون یا کر هستن، بکمون گنگ هستن، عمیون کور هستن. حقیقتا خیایی طور نیست، کلشان چشم داره، زبان داره و گوش داره. چرا قرآن برش میگه؟ ایره الله تشبیه میده. این مردمایی که از گوش خود کار نگرفتن، سخنای خیلی مؤثر، خیلی بلیغ، خیلی فایده مندی پیغمبره با گوش شنیدن، لیکن یا گوش برش نگرفتن، خیلی گپای ارزشمند بود. یکی راهایی که پیغمبر ترسیم میکرد، نقشه میداد، بسیار رسا و زیبا و راست بود، لیکن این مردم ها چشمای خدا پرد گرفت، نمیدیدن. لایق بود که همی گپای فایدمندی پیغمبره این مردم توسط زبان خود به مردم دیگه هم تبلیغ میکرد، لیکن یا زبانای خود به مثل آدمی گنگواره بس بسته کردن. از او خاطر سمون هم که سم، یا به مثل کراستن، یا به مثل گنگ هستن، یا به مثل کور هستن. مثل که کور، گنگ و کر از اعضای خود هیچ نوع استفاده کرده نمیتونه، استفاده مفیده. اینمی کفار هم از اینمی اعضای خود استفاده نکردن. لایق بود که دعوت پیغمبر در گوشه جهان میرسانید. لایق همیطور بود. یک عالم حق پرست که در منطقه پیدا میشه، عقیده حق بیان میکنه، توحید برات معرفی میکنه، تو دیگه لاسپیکریش هستی. تو باید این سخن فرد ببری، اول در خانه خود تبلیغ کنی، در قارب خود تبلیغ کنی، در قوم خود تبلیغ بکنی. این مسئولیت است. ما نمو وقت مسئولیت خود ادا میکنیم که نمی اعضای خود یقینا از پیش استفاده بکنیم. این شما را میگه. شما را چطور میگه؟
شما اینمی گپای حق میشنوی، خب میشنوی، میبینی واقعیت در قرآن سعی میکنه که مولوی صاحب از بیرون نمیگه، از همین کتاب میگه. آلی یقین و تصدیقتان پیدا میشه، زبانتان باید گویا باشه، این حقایق به مردم بگوی. چطور شده میتونه در یک مجلس نشسته استی مردم میگه مولوی متوکل چیسته ائمه مجتهدین دشنام داد. ریش سفیدا آمده بود مرا گفت که تو گفتی که امام شافعی غلط میگه، امام ابو حنیفه غلط میگه، نعوذ بالله نعوذ بالله. ما گفتیم نه، او امامای مجتهد خود چی میکنی؟ مجرد عالم که علم داره و موافقی کتاب الله و سنت رسول الله سخن میگه، چیسته عینک چشمم است، نگاه که چشمم است، دیدیم است، قابل قدرم است. زبانم بریده شوه که میتور نعوذ بالله گپی گستاخی را دشان اینطور ائمه بزرگ بزنم. کلا قطعا نه. ما شما را میگم که ائمه بزرگ چی توصیه داره، برای شما چی توصیه داره. شما را گفته، شما را بالله قسم امام ابو حنیفه رحمت الله شما را گفته که هر گپی که به نام حنفی تمام شد شما امور محکم بگیری ولو که خلاف صریح حدیث پیغمبر باشه. گفته میره؟ نگفته. او گفته نه، که در مقابل گپی ما، گپی مردمای دیگه نه که خود حنفی گفته و با حنفیت بسته کرده، که گپی من باشه که مخالف حدیث پیغمبر باشه او را چی کنه؟ ترک کنه و کی را با کم بگیره. خب افسوس است که این حقیقت ها را کسی درک بکنه.